به این حشره خوب دقت کنید. چی میبینید؟ یه مرده متحرک از درون از هم پاشیده و خورده شده. ترسناکه نه؟ عین فیلم‌های زامبی. اما اصل داستان چیه؟ در واقع این حشره توسط قارچ‌های زامبی مسموم شده. این قارچ وحشتناک و شگفت‌انگیز که تو جنگل‌های بارانی آمریکای جنوبی زندگی میکنه، با ورود به بدن حشره میزبان اون بدن میشه، ولی مغز و دست و پای میزبان رو از بین نمیبره. این قارچ به قدری باهوشه که قسمت مربوط به در حشره میزبان رو از بین میبره تا حشره متوجه خورده شدن خودش نشه. وقتی مواد مغذی بدن میزبان تموم میشه، با کنترل مغز اون شروع به حرکت میکنه و میره تا یک میزبان جدید پیدا کنه. طوری تکامل پیدا کرده که حشره مرده رو مثل ربات حرکت تا سمت یک حشره دیگه بره و قارچ زامبی دوباره بتونه خودش رو به میزبان جدید برسونه.